دوستان سلام و عرض ادب. برای عزیزانی که راجع به شازده و سرورهای ما سوال میپرسیدن 3-4 تا نر براتون میگذاریم. امیدوارم که با هم ببینیم و لذت ببریم. پیشکش نگاهتون. این شماره 1. اینم یه نر شازده و سرور دیگه که میدونید هر سال کالای سیاهشون بیشتر میشه. شماره پلاکش هم بذارید براتون بخونیم. 12-11. بفرمایید. اینم یکی دیگه از نرهاست. دست نمیدن کفتر ما، چون اصولا زیاد کفتر رو دست نمیگیریم. میبینید که حیوان بی‌طاقتی میکنه. یکی دیگه از نرهاست. پیشکش نگاه شما از اصیل‌ترین و زیباترین خالهای کبوتر ایرانی است. پیشکش نگاهتون.